سلام قشنگا. برای درست کردن این بند عینک خوشگل احتیاج داریم به کاموای ظریف و قلاب. اول از همه شروع میکنیم یه تعدادی زنجیره میزنیم که من اینجا حدود 10 تا زنجیره زدم. تعداد زنجیره زدن به سلیقه خودتون بستگی داره، میتونید کمتر و یا بیشتر کنید. بعد از اون 10 تا میام حدود 6 تا زنجیره دیگه میزنم و توی اون قسمت اولی که پایان 10 تا زنجیره بود یه بست میزنم. دوباره تکرار میکنم، 10 تا زنجیره میزنم و بعد از 10 تا زنجیره 6 تا زنجیره دیگه میزنم و بعد میام توی اون آخرین زنجیره از دهمی که زده بودم یه بست میزنم و این کار رو تا آخر تکرار میکنم. حالا اگر دوست دارید برگای ریسه‌ای که دارید میبافین همه در یک جهت نباشه و در دو جهت مختلف باشه، یعنی یک بار سمت راست باشه و یک بار هم سمت چپ. برای این کار باید بعد از اینکه اون تعداد زنجیره اولیه رو که زدین که اینجا برای من 10 تاه، بعد از اون 10 تا ریسه کار رو یه چرخش بدین و بعد تعداد زنجیره دوم بزنید که اینجا برای من 6 تاه و بعد بست بزنید. این چرخش ریسه باعث میشه که یک بار برگای کوچک سمت راست تشکیل بشه و یک بار هم سمت چپ. سایز مناسب برای بند عینک 60 سانت، بعضیا 80 سانت هم در نظر میگیرن. حالا شما با توجه به قد و یا جثه میتونید این اندازه رو بیشتر و یا کمتر کنید. احتیاج داریم به 2 تا حلقه فلزی و 2 تا گیره مناسب برای بند عینک. حلقه فلزی رو داخل انتهایی ترین زنجیره داخل میکنیم و بعد اون گیره بند عینک رو و بعد حلقه فلزی رو میبندیم. اون نخهای اضافی که زیر کار هستش رو حتما باید محکم کنید و بعد ببریدش. قسمت دوم ریسه رو همین کار انجام میدیم و بعد از اینکه حلقه فلزی رو گذاشتیم گیره عینک رو داخلش میذاریم. البته میتونید با همون کاموا هم یه مقدار زنجیره بزنید و از حلقه فلزی دیگه استفاده نکنید و هم بند عینک رو داخل گیره ها بذارید. برای قشنگتر شدن کارتون میتونید گلای ریز ببافید و روی کار چسب بزنید یا بدوزید. میتونید از گل‌های مصنوعی که تو خرازی‌ها هست استفاده کنید. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. حتما ویدیو رو لایک و سیو کنید.